راستش چند وقت ویدیوهای آشپزی و این ترندهای غذای سالم و جدید توجهمو جلب کرده. واسه همین تصمیم گرفتم این هفته رو فقط غذای سالم و جدید امتحان کنم. واسه شروع روز 1 لیوان آب ببرم، چیزیه که همه پیشنهاد میکنن و فواید زیادی هم داره. بعدم 1 فنجون قهوه و بعد هم آبرسانی پوست. اول از همه یه خورده خرید کردم و مواد لازم و چیزایی که به نظرم میرسید احتیاج دارم و گرفتم. بعدم یه صبحونه حسابی واسه شروع یه روز پر انرژی. البته که فعلا روز پر انرژی من با کار کردن رو مقاله استادم شروع میشه. اول هر کار بستن موها که قابل قبوله. برای نهار امروز میخوام ساندویچ مرغ گریل شده با سس پستو رو امتحان کنم که تعریفش رو خیلی شنیدم و امیدوارم چیز خوبی از آب در بیاد. متاسفانه تو شروع کار فهمیدم مخلوط کن و گوشت برقی و هرچی که بتونه تو درست کردن سس بهم کمک کنه خراب شده و مامان دادتشون تعمیر. ولی اگه فکر کردی من کوتاه میام اشتباه میکنم، چون خودم دست به کار شدم و همه مواد رو خورد کردم و با هم دیگه مخلوط کردم و نهایتاً این سس جذاب. مرغی که یه خورده رنگشون تغییر کرد بهش یه خورده قارچ اضافه کردم. البته خب من مرغا رو همچین بدون روغن هم نداشتم، یه خورده بهشون روغن زدم و گریل هم نبود. بریم سراغ سس پستو. اول یه خورده روغن زیتون به ترکیب ریحون و سیر و بادام زمینی میکس شده اضافه کردم. حالا نوبت نمک و فلفل قرمز و فلفل سیاه و در آخر یکم آب لیمو ترشه. بره روی نون چاباتا. راستش الان که دارم فکر میکنم میگم کاش یکم بیشتر از این سس درست کرده بودم که میذاشتمش توی یخچال، بعدا میتونستم باهاش پاستا و سس پستو هم درست کنم. مرغمون که آماده شد بیاد کنار این ترکیب و به به چی پختم. دستم درد نکنه. ایول. اینجا خیلی هیجان داشتم تستش کنم به عنوان اولین غذای سالم و واقعا به نظرم ارزشش داشت، میارزید. برای شام تصمیم گرفتم سالاد اسفناج با توست قارچ درست کنم، ولی خب قارچ به تنهایی توی توست خیلی مزه خاصی نداره، واسه همین یه خورده از این کالباسا گذاشتم زیرش. حالا شاید خیلی سالم نباشه ولی خب اوکی دیگه. یه خورده قارچ ها رو با روغن زیتون تفت دادم و به ساندویچ اضافه کردم. حالا نوبت اسفناجاست. اسفناجام کوچیک بود، بیبی اسفناج بود، ولی من حس کردم شاید دوست نداشته باشم این شکلی، یه خورده کوچیک‌تر خوردشون کردم. یه تخم مرغ آبپز به عنوان منبع پروتئینی گذاشتم توی سالادم و خب بچه‌ها میدونین که اسفناج منبع آهنه و من قبلا شنیده بودم که اسفناج نپخته و اسفناج خام آهن بیشتری نسبت به اسفناج پخته شده داره. اینجا هم روش یکم پنیر اضافه کردم که میتونید پنیر پارمسان یا هر پنیر که دوست داشته باشین بذارین کنار سالادتون. این پنیر که من اضافه کردم یه جور پنیر حالت محلی طوره که مزهش خیلی شبیه پنیر پارمسانه. یکم مغز تخمه بهش اضافه کردم، نمک و
اینجام یه خورده بهش پودر پاپریکا اضافه کردم که توصیه میکنم چون خیلی طعمش باحال شد. البته اگه غذای تند دوست داشته باشین. در آخرم یه خورده روغن زیتون که چون این یه خورده بو داره من خیلی دوستش ندارم، واسه همین خیلی با احتیاط ازش استفاده میکنم. اینم سالاد جذاب ما. حالا نوبت میرسه به آماده کردن ناهار جذاب فردا دانشگاه کلاس دارم، واسه همین باید غذای آماده کنم که هم سبک و سالم باشه، هم نیاز به گرم کردن نداشته باشه و بتونم توی دانشگاه بخورم. واسه همین من میخوام یه جور سالاد بروکلی با سیب زمینی درست کنم. واسه شروع سیب زمینیامو یه خورده بخار پس کردم، بعدم نمک فلفل و روغن زیتون زدم و گذاشتمش توی مایکروفر که یه خورده گریل بشه. حالا نوبت درست کردن سس جذاب این سالاده. اول 2 قاشق ماست یونانی اضافه کردم به ظرفم، بعدم یه خورده ارده کنجد بهش اضافه کردم، نمک فلفل زدم، فلفل سیاه، یه خورده روغن زیتون. حالا نوبت هم زدن این سس جذابه تا همه مواد به خوبی با هم دیگه ترکیب بشن. در آخر یکم سرکه بهش اضافه کردم و حالا بروکلی ها رو میریزیم داخل سسمون که ترکیبشون با هم دیگه واقعا جذاب و خوشمزه است. وقتی امتحان کنید میفهمید. و نهایتا سیب زمینی‌های گریل شده رو میریزم روش و درشو میذارم. اینم یه ساندویچ کوچیکه برای فردا. بعدم دیگه تو دانشگاه این سالاد رو تستش کردم و واقعا چیز خفنی بود و ازش راضی بودم. دیگه تقریبا وقتی رسیدم خونه وقت شام بود و حالا باید یه شام سالم و خوشمزه رو تدارک ببینیم که تصمیم گرفتم سالاد هویج درست کنم. خیلی ساده است، نیاز به مواد خاصی هم نداره و البته که مامان یه خورده رشته پلو درست کرده بود که چند قاشق کنار غذام گذاشتم چون واقعا دیگه هیچ حوصله و انرژی برای درست کردن یه غذای دیگه در کنارش نداشتم. بعد از اینکه هویج رو ریختم توی بشقابم مثل همیشه یه خورده روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. من یکم بهش کنجد اضافه کردم و همچنین یه خورده نمک و فلفل. در آخر روی سالادمون یه خورده پیازچی خرد شده اضافه میکنیم که در کنار هویج طعم خیلی خوبی داره. میتونین به سالادتون یکم آب لیمو یا سرکه هم اضافه کنین که من سرکه رو اضافه کردم و ترکیب جالبی شد. غذامون آماده است. برای نهار فردا تصمیم گرفتم یه ساندویچ ترکیبی از مرغ و گوجه و لوبیا سبز درست کنم. به شخصه ترکیبایی که توشون لوبیا سبز باشه رو دوست دارم و به نظرم غذا رو خوشمزه میکنه. یه خورده روغن زیتون زدم، مرغا رو گذاشتم، لوبیا سبز رو ریختم کنارش و گوجه ها رو گذاشتم. به نظرم این گوجه ها آب میندازه و همه مواد داخلش میپزه. البته که اشتباه میکردم. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby.
داشتیم. بعد یه سمیناری بود، در واقع سمینارطوری بود که پیشنهاد خودم هم بود و خیلی خفن شد و انصافا خوب بود. صبح من این شکلی بودم که تو رو خدا من میخوام بخوابم، نمیخوام باشم برم دانشگاه. به خاطر دیشب تا دیر وقت داشتم آشپزی میکردم. بعد سردم اجازه خیلی مهم دارم که امیدوارم مثلا نتیجه نمیدونم چقدر صدام خوب داره میفته ولی اینجا خوب سر صدا خیلی بیاد دیگه. همین دیگه ببینیم که میشه. نهایتا من فقط همین چند روز تونستم غذای سالم رو جدید امتحان کنم، چون در واقع انقدر درگیر مشغله‌های کار و دانشگاه و کارهای دیگه هستم که نمیرسم بخوام خودم همه روز
بزرگ آشپزی کنم و طبیعتاً تایم زیادی ازم بره. البته که من عاشق آشپزیم و هر وقت که حالم بد باشه، هر وقت که حوصله نداشته باشم، درست کردن یه غذای جدید و خلاقانه میتونه کلی حس حالمو خوب کنه. امیدوارم که ویدیومو دوست داشته باشین و این ویدیو بهتون کلی ایده واسه درست کردن غذای سالم و جدید بده. چنلمو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدیم باشین. دوستتون دارم.